پدری هنگام مرگ به پسرش 3 توصیه بزرگ کرد. اول اگه خواستی ملکی رو بفروشی یه دستی به سر و وزنش بکش بعد بفروش. اگه خواستی قماربازی بکنی بزرگترین قمارباز شهر رو پیدا کن با اون قماربازی کن. اگه خواستی مصرف مواد داشته باشی، سیگار بکشی و از این کارا بکنی یه کسی رو پیدا کن که بالای 50 سال حداقل سن داشته باشه. مدتی بعد مرگ پسر تصمیم گرفت که اول خونش رو بفروشه. اومد و خونه رو مرتبش کرد و یه دستی به سر و وزنش کشید. دید اینکه خیلی خوشگل شد، از فروشش منصرف شد. خواست قماربازی رو شروع بکنه، رفت سراغ بزرگترین قمارباز شهر رو گرفت. گفتن تو فلان خرابه. رفت جویای احوالاتش شد، گفت واقعیتش همه چیزم و به خاطر قماربازی از دست دادم و این حال روزم. اومد مصرف مواد رو شروع بکنه. یه کسی رو پیدا کرد که با پدرش هم دوست بود و سنش بالای 50 سال بود. دید این بنده خدا هم کلن سلامتیشو از دست داده، همه چیزش داغون شده و هیچ چیزی نداره و مصرف مواد و افیون کلن زندگیش رو به باد داده. اون موقع بود که به توصیه های پدرش و به ارزش توصیه های پدرش پی برد. گاهی پدرها و بزرگترها به خاطر تجربه و گذر عمری که داشتن یه توصیه هایی به فرزندانشون میکنن که فرزندان بعد گذر زمان متوجه اون توصیه ها میشن. موفق باشید.